میکنم. من ستاره لواسانی هستم. در اپریل سال 2010 به بیماری لوکیمیا دچار شدم. شد 3 سال پیش من که اومدم امریکا برای درس خوندن برای PhD. بعد از این مدتی متوجه شدم که این بیماری نادر دارم به اسم PNH و همینطور اپلاکسیک انیمیا که توی اون مغز استخوان دیگه فعالیت نمیکنه و هر 2 هفته یک بار باید تزریق داشته باشم، وگرنه نمیتونم ادامه بدم زندگی. با یاری خدا و کمک دوستان برای من یک مچ مناسب در بانک مغز استخوان آمریکا پیدا شد و تونستم که با عمل ترانسپلنت این کار رو انجام بدیم و خدا رو شکر الان 100 روز از اون موقع میگذره. من دارم رو به بهبودی میرم. خب وقتی مچم پیدا بشه دیگه من میتونم زندگی جدیدی رو پیدا کنم، میتونم سالم بشم و میتونم از چنگال این بیماری وحشتناک نجات پیدا کنم. به جای اینکه فقط زندگی رو یک بن‌بست ببینیم، برگردیم و نگاه کنیم به زندگی مثل یک انسان عادی، سالم، بخندیم، شاد باشیم. میتونم برگردم PhD رو تموم کنم، میتونم کارایی بکنم که وضعیت فیزیکی منم بهم اجازه نمیده. خواهشی که از هموطنان عزیزم دارم اینه که با یک کار ساده، با شرکت کردن در این ایونت هایی که بلاد درایو میذارن، دوستان عزیزمون خیلی زحمت میکشن، فقط با سواب کردن درون گونه خودتون و فرستادن برای بانک اون ساختار ژنتیکیتون اونا میتونن تشخیص بدن و بتونه با شما مشق بشه و بتونید زندگی یک انسان، یک هموطن رو نجات بدید. این بیماری های خیلی خطرناکی هستن که واقعا ترمینال دیزیز هستن، ولی با پیدا کردن یک مچ، یک کسی که سلول های بنیادیش با من مچ باشه، این میتونه از بین بره، تموم بشه و من تبدیل بشم به یک انسان سالم. مریضایی که الان منتظرن، هیچ کسی که مجبور نشه منتظر بمونه. میدونید که خیلی برای خانواده ها، برای خود مریض، برای همه چقدر زجر روحی، جسمی و خیلی سخت هستش. درخواست میکنم ازتون که بیاین رجیستر کنین برای اینکه تست بدین و شاید بتونین مچ باشین و زندگی یک نفر رو نجات بدین یا حتی زندگی یک خانواده رو نجات بدین. هر آدم سالمی فکر میکنه که هیچ وقت خودش مریض نمیشه، همیشه مریضی برای دیگریه، ولی متاسفانه مریضی برای همه هست، از پیر، جوان. تمام کسایی که مثل من هستن و احتیاج دارن، تمام ایرانی ها که این بیماری ها رو دارن و میتونن سالم باشن و یک زندگی خوبی رو داشته باشن به جایی که سرنوشتشون چیزی جز مرگ نباشه. همیشه در این فکر باشیم که چی میشه اگه این موضوع برای من خودم، خانواده خودم پیش بیاد. پس بهتر ما ایرانیایی که الان امکانش هست که در این بانک ثبت نام کنیم، این کار رو انجام بدیم. انشالله هیچ مریض لوکیمیا یا هر بیماری دیگه که به ترانسپلنت احتیاج داره، مثل منای عزیز، مثل خیلی دیگه 10 نفر از مریضایی که الان منتظرن، هیچ کسی که مجبور نشه منتظر بمونه. درخواست میکنم ازتون که بیاین رجیستر کنین. اگر خدا بخواد و با ما مچ باشین، کمکمون کنین که زندگیمون رو به دست بیارین. من ازتون ممنونم. همینجا مطمئن هستم، امیدوارم و اطمینان دارم به قلب پر از محبت شما که به ما کمک میکنین تا بتونیم زندگی جدیدی رو به دست بیاریم. ازتون ممنونم و متشکرم. خداحافظ.